قسمت 13 از 100 قسمت، ترس یا فریز شدن توی معامله. خیلی ها تحلیلشون درسته ولی از ترس نمیتونن معاملشون رو نگه دارن. ترس معمولا وسط معامله میاد، نه قبلش. قیمت یک برگشت کوچیک میزنه و ذهن شروع میکنه به سناریو ساختن، نکنه برگرده، نکنه دوباره ضرر کنم. اینجاست که تریدر فریز میشه. نتیجه این ترس بستن زودهنگام، خراب شدن پلن، از دست رفتن سود، خستگی ذهنی. نظر من روی این موضوع اینه که همیشه روی 1% سرمایت معامله کن که از استاپ نترسی و باید اینو قبول کنی که استاپ همیشه هست و بخشی از کاره. وقتی باهاش کنار بیایی میتونی خیلی راحت به پول برسی و پول در بیاری. پس مشکل تریدرها ترس نیست، مدیریت نکردن ترسه. قسمت بعد راجع به چرا بعد ضرر انتقام میگیریم حرف میزنم. کانال من سابسکرایب کن که قسمت بعد از دست ندی.